وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با دو قانون تاجیکستان، با قانون مقامات امنیتی ملی تاجیکستان و قانون خدمت دولتی تغییرات های مهم وارد کردند. بر اساس تغییراتی که با قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان وارد شد، شهروندان کشورهای خارجی یا شهروندانی که دو شهروندی دارند حق خدمت در صفوف نهادهای امنیتی کشور را ندارند. همچنین افرادی که میخواهند یا که حق دارند در این نهادها خدمت کنند باید که زبان دولتی، زبان تاجیکی را خیلی خوب دانند. از لحاظ تامین منفعت‌های ملی و پیشگیری نمودن خوف دسترس گردیدن معلومات سری دولتی داشته یا دیگر اطلاعاتی که میتواند بر ضد جمهوری تاجیکستان استفاده شود، چنین محدودیت برای خدمت حربی در مقامات امنیت ملی با مقصد موافق است. همچنین وکیلان مردمی با قانون درباره خدمت دولتی نیز تغییرات و علاوه ها وارد کردند. طبق تغییرات و علاوه هایی که با قانون درباره خدمت دولتی وارد شد، شهروندان خارجی حق خدمت در ساختارهای دولتی را ندارند. اگر شهروندی دولتی دیگر را داشته باشد، از شهروندی جمهوری تاجیکستان برآمده شهروندی دولتی دیگر را گرفته باشد، نفقه‌گیری جمهوری تاجیکستان یا دولتی خارجی باشد. بحثی که در بررسی این لایحه قانون به میان آمد، این فعالیت نفقه خورانی که از کشورهای خارجی از جمله از روسیه نفقه دریافت میکنند چگونه خواهد بود؟ محمد علی وطنزاده یاور رئیس جمهور و نماینده پرزیدنت در پارلمان ضمن شرح لایحه این قانون با آزادی گفت نفقه خورانی که از روسیه نفقه دریافت میکنند این نفران از شخصان دو شهروندی می باشند و حق فعالیت در ساختارهای دولتی تاجیکستان را ندارند.